بعد قدر عیسی رأس و پار شهری بیست به نام نائین که می ولایت جلیل پیروون و جماعت زیادی هم دماش بیده. نهنگ دروازه شهر که رسید دید مردم مرده که کوک یکونه زونه بیوه بیده سر تخت دارن ببرن. خیلی ها مردم شهر هم پی او زونه بیدن. خداوند وقتی او دید دلش سیش سخت و گفت مگریف. اوسون نزدیک رفت و دست شور تخت جنازه بند. کسانی که تخت ببردن ویسیدن. عیسی گفت ای جوان تا نبگوم ورسک. مرده راست نشست و وند قصه کردم. عیسی او به مارش سپرد. ترس کلشونه گرفت بید و خدا نه ستایش بکردن بگفتن پیغمبر گپ ابین آمو ظهور کرده. خدا به قوم برگزیده خودش ری کرده. خبر ایکار عیسی می کل ولایت یهودیه و نواحی اطراف پخش بیست.